سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. من امروز یه دونه مهمون ویژه دارم، داداشم مازیار. ما امروز میخوایم که یه غذای گیاهی خیلی خوشمزه با هم درست کنیم. در حین آشپزی هم میخوایم چند تا بازی با هم دیگه بکنیم. مازیار تو هم بازی هستی؟ این آره ما چی شد؟ چند تا بازی میخوایم با هم دیگه بکنیم. 3 تا بازی، امیدوارم که 3 تاییشو بتونیم حالا انجام بدیم در حین کار. یه بازیش که یادم تو رو فراموشه، یعنی که آره ببندیم، یعنی که اون با هر چی که من بده من باید بگم یادم، درسته؟ اگر سوختم. یه دونه بازی دیگه هستش که سر چی باید بزنیم یادم تو رو فراموش که همینطوری نمیشه. خب سر چی بزنیم؟ سر آبجوی شب. سر آبجوی شب. اوکی. عالی. یه بازی دیگه هستش که بله نه برعکسه، یعنی من هرچی از مازیار میپرسم اگه جوابش بله است مازیار باید بگه نه، همینطور برعکس. هر کی که اشتباه انجام بده یا بگه باخته. یه بازی دیگه هم داریم که جمله‌ایه، یعنی مثلا من یه دونه جمله میگم، مازیار در ادامه جمله من یه جمله دیگه میگه، باز من در ادامه همون جمله دوباره، یعنی به اضافه جمله‌ای که مازیار گفت جمله میاره و طولانی هم تو ادامه بدیمش تا اینکه یکیمون یادش بره اون جمله ها رو پشت سر هم بگه. الان بچه‌ها استارت گیممون خورده، استارت آشپزیمون هم خورده، یعنی همه چی با هم قراقاتیه دیگه. حالا من نمیدونم دیگه چی در مورد شما بگید. من که باختم همه گیم‌ها رو، ولی خب میزنیم. اوکی بریم. غذامون اول بهتون بگم که پاستاست. Oh my god! واو! یه پاستای گیاهی خیلی خوشمزه. مطمئنم همتون خوشتون میاد و حتما درستش میکنید و امتحان میکنید. موادی هم که لازم داریم بچه‌ها اسفناج، قارچ، پاستاست، پنیر خامه‌ای گرفتیم با سیر و ادویه. بسیار لذیذ و خوشمزه و ساده. بهم بگو قارچاتو چه شکلی دوست داری؟ قارچان ورقه‌ای دیگه، خیلی ریز؟ چاقالو نباشه. ریز دیگه ورقه‌ای. آره موضوع دستت هم باشه، این چاقوش خیلی دیوونه است. خب من آب پاستا رو میذارم جوش بیاد. اینجا هم اول میخوام سیرا رو خورد کنم، تف بدم با اسفناجا. خب حالا میتونیم بازی جمله ای رو شروع کنیم. شروع کنیم؟ تا وقت داریم. آره تو استارت بزن چون من تا حالا این بازی رو نکردم. منم نکردم. خب اوکی. من امروز میخوام یه غذای گیاهی خوشمزه درست کنم. من امروز میخوام یه غذای گیاهی خوشمزه درست کنم برای دوستای عزیزم تو یوتیوب. من امروز میخوام یه غذای خوشمزه گیاهی درست کنم برای دوستای عزیزم تو یوتیوب، ولی متاسفانه شما اینجا نیستین که بخورین و لذت ببرین. اوه چقدر طولانی شد. مغزم. من اینجا میخوام یه غذای خوشمزه درست کنم برای دوستای عزیزم تو یوتیوب. گیاهی خوشمزه درست کنم برای دوستای عزیزم تو یوتیوب، ولی شما دوستای عزیزم نیستین اینجا که غذای خوشمزه منو بخورین. اما نه اما نداریم، یه جمله باید بگیم. جمله بود دیگه. ادامه شما رو. اما جمله نیست، بگو ببینم. زرنگی. اما میتونین با جون و دل احساسش کنین. من امروز میخوام یه غذای گیاهی خیلی خوشمزه درست کنم. 2000 years later. یادم برای شما دوستای عزیزم تو یوتیوب
اما شما اینجا نیستین که بخورین و لذت ببرین، ولی میتونین با جون و دل احساسش کنین. ما به جای شما میخوریم. نه دیگه دلشون رو نسوزون دیگه زشته. خب من امروز میخوام یه غذای گیاهی درست کنم برای شما دوستای عزیزم تو یوتیوب. برای شما اینجا نیستین که لذتش رو ببرید، ولی میتونید با جون و دلتون رو احساس کنید. و همکنون ما یه مهمون ویژه داریم. سلام. تولده. من 1 ساعت دارم تو اتاق تیپ میزنم. ببین آخر به این ست رسیدم. خشی بیا تو بازیمون شرکت تو کن. هم آوردم. این یادته مال کجاست؟ مال شب سالانه. مال شب سالانه از میهانه. بچه من در ضمن سیرارم ریختم. خب تو هم یه بازی کن. No need, I don't know. بیا کجا رفتی شیطون؟ من سرم عرق میکنه به این کلا نمیتونم. خب با منم میفته بذارم. خب ادامه بازی رو بده مازی. خب چی شد؟ لطفا در کابینت ها رو ببندیم بازی کنیم. پدر ژپتو. تا مرسده؟ چی؟ تا کجا رفتی؟ ما امروز نرفتی. مهمون ویژه داریم گفتم. اون جزو بازی شد؟ جزو بازی شد. تکرار کن ببینیم. خب کردیم. ما امروز میخوایم یه غذای گیاهی خوشمزه درست کنیم برای شما دوستای عزیز تو یوتیوب. اون میشه. ای بابا یادم رفت. اینو که باخت مازی. نه هنوز یادم هست، کلمه جملهش یادم نیست کامل. برای شما دوستای عزیز تو یوتیوب. خب ولی شما نیستین که این غذای خوشمزه رو بخورین، اما میتونین با جون و دل احساسش کنین. الان یک دوست عزیزمون یه مهمون یه ویژه مهمون ویژه داریم. به برنامه‌مون اومد. آره حالا تو بقیه‌شو بگو. و با خودش صلح و صفا آورد. چی بگم من؟ مثل همونجوری بریز، نیاز نیست کوچیکش هست. خب سیرا رو بهش نظر تفت خورد. حالا اسفناجا رو بهش اضافه می‌کنیم. مازی این چی؟ یا لازم فراموش. این دستپخت تو عزیزم یا دستپخت مازیار؟ دومی هم باختم، گول خوردم. دستپخت مشترکه دیگه. دستپخت خواهر مشترک. برادری. خواهر برادری ببین. دستپخت تنهایی که خیلی خوبه. یعنی خراب شد پس تقسیم مازیار. مازیار هم آخه دستپختش بودن. مازیار هم دستپختش کنه. میکس من معلوم نیست چی قرار کرده. بذار. ادویه هاش چیه؟ ادویه اگه آویشن داریم، ولی آخر آویشن. حالا بذار فلفل و نمک و پودر سیر اگه داری، ولی خب ما سیر تازه‌ش رو استفاده کردیم. اسیتارینش هم فلفل و نمکه، بقیهش دل بخواهه. فکر کنم نمک فلفل اصلا کافیه براش. نمک فلفل کافیه، ولی آخرش برای خوشمزه شدن طعمش آویشن هم بهش اضافه میکنم. فقط آویشن نباید زیاد پخته بشه چون تلخ میشه طعمش. آخر فقط یه ذره روش میزنیم. این خب. توی این نمک ریختی؟ نه. قبل اینکه جوش بیاد. اوکی قبل اینکه جوش بیاد پس نه. نه به خاطر اینکه زودتر جوش بیاد، به خاطر هیچی دیگه‌ش نیست. مگه زودتر جوش میاد؟ نه. آقا بازی بلنمون از همین الان پارت دومش شروع شد. خودمون هم یادمون میره. شروع شد حواستش. خب بازم از اینا داری؟ از چیه؟ از
از اینا؟ خوبه؟ اصلا خوب نیست. خوب نیست؟ ای بابا خب نه و بله. بریزم؟ نه. چه مرسی. خیلی خب مرسده جان، اینها وقتی به اون بافت نرمش رسید یعنی آماده است. نباید زیرش خاموش کنیم که یه موقع آب بکنیم. چرا؟ ولی خب باید برسونه اون بافت. زیرش چقدر؟ اوکیه. خب با چه بافتی باید برسه؟ واسه بچه ها هم بچه های تو خونه. ببین باید ساقه هایی که بهش داره، البته ساقه هم زیاد مرسده نریخته و نباید زیاد توش باشه. باید این ساقه ها نرم بشه، یعنی راحت با دستت تو جدا بشه. این هنوز نرسیده. می‌بینی؟ هنوز آماده نیست. خوبی این غذا اینه که ولی واقعا زود آماده میشه، یعنی اصلا چیزی نداره که شما بخواین 1 ساعت براش معطل بشید. این الان آبش جوش بیاد و پاستاها آماده بشه که اون وقت آتیش میکنیم و غذاتون آماده است. به همین راحتی برای زمانی که عجله دارید، حتی دلتون میخواد یه غذا که خوشمزه لذیذ بخورید. بعد خوبی پاستا اینه اگه بره تو یخچالم بیاد بیرون گرم بشه دوباره همون طعمو میده. یعنی مثل برنج و نمیدونم خورشت و اینا نیست که بماسه یا مثلا خراب بشه. قرمه سبزی هم داره توی یخچال خوشمزه تر میشه. می‌ذارید؟ والا خیلی غذاها مثل عدس بالای مرسده. پیتزا هم سردش باحاله. من باورت میشه فن عدس پلو نبودم تا با عدس پلوی مرسده آشنا شدم. حتما برین نگاه کنید عدس پلو شد. عدس پلومو نذاشتم. پس واجب شد که ویدیوی بعدی ویدیوی عدس پلوی بیرونی خوشمزه و سابسکرایب. سابسکرایب. لایک اینم بهتون بگم حالا من مثلا نزدیک 3 ساله که الان گیاهخوار شدم ولی این آماده است. مازی خود تماشاش. ولی خب داداشم مثلا گیاهخوار نیست. ولی غذاهای گیاهی که درست کردم و عالی نظر بود. بهشون بگو. خیلی از لحاظ بدنی خیلی تمیزتر احساس میکنم تا وقتی که گوش میخوردم و اینجور چیزا. حتی واقعا این حسو الان داری؟ چند وقتی پیش الان منی؟ 10 روز قبلش هم قبرس بودی تو پیش من بودی، اونجا هم با هم غذا گیاهی میخوردیم. واقعا اصلا خیلی فرق کرده از لحاظ بدنی. مثلا حس خیلی ضعف و اینا داری یا اصلا. مثلا خونه که من خیلی پرخور نبودم ولی خب تنقلات خورم. من پرخور نیستم. باید میدونید مثلا گیاهخواری یه جوری اجبار نباشه، مثلا بشه یک لایف استایلت. بعد لایف استایلت رو درست رعایت کنی. مثلا اگه قرار گیاهخواری کنی مثلا درسته که چیپس مثلا سیب زمینیه ولی نشینی مثلا هر شب یه دونه بسته چیپس بخوری. ببین من الان داشتم فکر میکردم برای ورزش خودم. اما اینکه تمام پروتئینا رو داره، همین قارچ کلی پروتئین داره، همین اسفناج، بروکلی. ولی برای ورزش که فکر میکردم، چون خب ما ورزشکارا بیشتر فکر میکنیم پروتئین اون تو گوشت و مرغ و اینجور چیزاست، ولی خب تمام اینا اون چیز لازم رو میرسونه به بدن. یه ذره باید داشتم فکر میکردم با خودم گفتم که خب مثلا تو 6 روز تو 7 روز هفته ما مثلا 6 روزش رو رژیمی با این غذاها میگذرونیم، یه روزش که انگار اون چیت دیمونه، حالا هرچی گوش دوست داری گوش بخور، نمیدونم مرغ دوست داری مرغ سوخاری بخور، ولی خب زیاد نمونم بازم. آره دیگه برای کسی که گیاهخوار نیست بخواد امتحان کنه حتی برای روزی ورزش حتی عالیه. مثلا هفته 3 بار گیاهخواری هم بسه. یعنی این واسه بدن و سلامتی خودتون خوبه. هیچ اجباری نیست کسی الان مثلا کامل گیاهخوار بشه. من اصلا اجباری هیچ وقت حتی به داداش خودم نمیکنم.
مثل آب وقتی که انداخت بسه، خیلی همش نباید بزنی چیزو. وقتی که مثلا تجربه کنیش میبینی که خب خیلی حالت بهتره، خیلی باحالتره، بدنت سبکتره. اون وقت یادم تو رو فهمم. دیر گفتی دیگه. نه دیگه بالاخره تو چه نفهمیدی. حرف میزنی؟ تو من نفهمیدی. حواست پرت نکن وقتی داری با بچه یوتیوب حرف میزنی. خب مثل اوکی. پس این هم آماده است. نمیخواد بهش کلا نمک و اینا بزنیم یا تو همش نه بزنیم؟ تو همش میده. اوکی. ببین قارچو یک کاری که مرسل داشت میکرد حتی حواسش نبود فکر کنم. قارچو نباید زیاد هم بزنی که آبش در بیاد. آره من داشتم حرف میزدم اصلا نباید هم بخوره. اولین تایمی که آبش یه کوچولو در اومد یعنی آماده است اون قارچ. باید بکشیش سری بیرون. آب نباید زیاد بندازن. خب خب الان وقت اضافه کردن پنیر لبنه یا همون پرچرب. نصف یه قالب کافیشه. البته ما اینجا الان رفتم خرید بکنم. زیرش روشن کردی؟ پارمسان پیدا نکردم ولی با پارمسانم فوق‌العاده میشه. یعنی همین اینگریدینت مواد لازم ولی چقدر هوس‌انگیز شد. میتونین هر چی که دوست دارین هم البته بهش اضافه بکنین، مثل هویج، بروکلی آخرش، هر چی که دوست دارین. اگر سبزیجات شیمید نمیدونم. نمیخوای ببینی؟ میشه هم جلوی دوربین؟ بله چی افتخار داریم. بله خیلی خوبه پشمان. خیلی به نظر خوشمزه میاد. نه بذار نمک فلفلش هم اضافه کن. گفتی آبیشن داری؟ بله. آخر مرسل الان نه. گفتی پارمسان بزنی بهتر میشه؟ خیلی برم بگیرم؟ رفت مازیار پایین بگیره نه اون قدری تغییر نمیکنه چون خودشون حالت قیافش خیلی خفنه. کرمیتو رو با پنیر یا خامه هر کسی یه جوری درست میکنه. با شیر یکی میزنه، یکی پنیر میزنه، یکی خامه، یکی سس بشامل. ولی خب شامل همون بشامل نه بشامل. بشامل. اون یکی چیه؟ برمیشه. خوبه. ریز کف دست من همش نکنم. خب یه کوچولو از اون آبمون میتونیم بریزی اینجا؟ خب من مزاحم نمیشم. تو برو باز مرحله بعد بیا. خب پس یه ذره از آب پاستا بهش اضافه میکنیم. یک دونه کافیه. بسه؟ آره که میخوام لذتش رو بگیره. عجب چیزی شد. بو رو بری. خیلی آشه توجه. و بو سیره و اسپناج. اون آماده است؟ این یه ذره دیگه آماده. خب ببین یه دونه پاستا رو میکشیم بیرون. اول اینکه از رو نرمیش و اینا میتونیم بفهمین. بعدش میتونید یکیشو بذارین تو حرفه‌تر بلدی توضیح بده. اینو باز میکنین یکیشو داغه
دیده نمیشه البته از اونجا، ولی خب این بافت داخلش نباید سفید باشه. ببینین، نمیدونم میبینین یا نه، ولی بافت داخل اینجا این قسمتش سفیدی دیگه نباید داشته باشه. این یه ذره هنوز کار داره. البته الان درست شدش بهتون نشون میدم. ولی خب من دوست دارم یه کوچولو سفت باشه، چون خودش هم میاد این تو باز دوباره یه ذره میپزه. به به. بریم؟ حرکته. خب به به. خب اینم از معمای نزدیک. ببینیم چی شد. یه ذره دیگه فکر کنم پنیر اگه بهش بزنی آخرش دیگه، یعنی منظورم اینا یه ذره هم بخوره الان بشه. جایتون واقعا جای همگی واقعا خالی. حالا هیچ پنیر دیگه ای نداری؟ پنیر موزارلایی؟ نه من زیاد پنیر منی نمیدونم. این صدای پاستا چرا انقدر خوبه؟ صدای غذای خوشمزه. بوم صدا اصلا واقعا پاستا غذای بهشتیه به نظر من. با گوشت ریختن و مرغ ریختن توش خرابش نکن. آماده است. آبیشن این کجاست مه؟ کلا غذاهای ایتالیایی با آویشن تموم بشه بسیار، حتی پیتزاش میفهمی؟ یه ذره دیگه، یه کوچولو خوبه. همه چی، چه میدونم پاستا، اسپاگتی، اصلا یه کار دیگه ای میکنه با. پس بشقابا رو بیارم بکشیم. حرکته. به به. واقعا جاتون خالی. خوب. اوه ماکارونیه؟ خب اولا که جای همه خالی، واقعا دوست داشتیم که همه پیشمون بودیم، با هم غذا می‌خوردیم. بعد دوم اینکه بخوریم ببینیم چه جوریه. بیشتر نداشتیم، دروغ نگید. خب درست کردم. سلامتی. چی؟ اولیه. تو هم بخور. خیلی خوب شد. میتونم تون بخورم؟ سالم، گیاهی، ساده، راحت، آسون، منطقی. جای همه خالی. سابسکرایب و کامنت و لایکتون نره. مرسی که با ما همراه بودین. دوباره بازم سعی میکنم تا مازیار پیشمه غذای خوشمزه درست کنم، چون واقعا دستپختش خفنه. دوباره باهاتون به اشتراک میذارم که شما ببینید و یاد بگیرید. میبوسمتون. خداحافظ. حمایت کنید که ما در این برنامه غذای خوشمزه تری بخوریم. متشکرم. خداحافظ.